سلام بینندگان عزیز، تقدیمی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی هستم. در برنامه این گزارش ها را داریم. دادستانی تاجیکستان میگوید نواری بحث برانگیزی مسلح سازی جسدها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان را تفتیش میکند. اداره مبارزه با فساد میگوید ده ها نفر را برای خیش و تباربازی در اداره های دولتی جزا داده است. کارشناسان میگویند آنها جزا میگیرند که منصبی مهمی ندارند. در سوهای معمولی اینچنین دیرکتورانی مکتب تو کلی دوم فرزندان خود را وظیفه تعیین کرده. در ناحیه بلجوان پدر و پسر از زندان رها شدند ولی نتیجه بحث زمین با برادر وزیر نقلیات معلوم نیست. ولی مرا با تهدید کرده است که ولی تو بودشدگی نیست ولی من ترا با میارو محکم میکنم. ادامه برنامه. در دادستانی کلی تاجیکستان واقعیت یک نواری ویدیویی را درباره عملیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تحقیق خواهند کرد. در این نوار که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی پهن گشت دیده می شود چند جسد را نظامیان پهلوی هم میگذارند و به دست آنها اسلحه میگذارند که کاربران آن را صحنه‌سازی عنوان کردند. موضوع را همکارم میرزانبی خالقزاد دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، دقیقاً واکنش مقامات به این نوار ویدیویی چی بوده است؟ ببینید، دادستانی کلی تاجیکستان یوسف رحمان روز 15 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که به نواری که گفته گذشته ما سنجش تعیین کردیم و وعده داد که نتیجه این سنجش را با روزنامه‌نگاران در میان میگذارد. یعنی مقامات میخواهند روشن کنند که تا کجا این نوار حقیقت دارد. آن را بار اول روزنامه‌نگار رستم جانی روز 14 ایول در فیسبوک پنگ کرده بود. در آن دیده می شود که افرادی که گویا لباس حربی آمان یا گروه تعیینات مخصوص وزارت کار داخلی چند جسد را در یک قطار میگذارند. اونجا صدای شنیده می شود که یراق را روی جسدها گذارند. معلوم نیست که این نوار کی در کجا و از طرف کی برداشته شده است، اما رستم جانی نوشته است نوار بعد کشته شدن یادگار غلام حیدرov و چند نفر دیگر در ناحیه روشان ثبت شده است. مقامات گفتند در اینجا در ماه‌های می و یونی سال روان عملیات ضد تروریستی جریان گرفته است. این عملیات پس از تظاهرات و طلب‌های استعفای سران ولایت مختار کوهستان بدخشان جریان گرفت. وزارت کار داخلی روز 31 می امسال خبر داد که در عملیات مقامات در ناحیه روشان بدخشان 5 ساکن محلی از جمله یادگار غلام حیدرov کشته شدند. در نتیجه پخش شده هم 5 جسد دیده می شود. رستم جانی می نویسد در نوار جسدهای غلام حیدرov، یادگار محمد بیکویچ، پوچویف علیشیر سفر محمدویچ، مولودودوف حبیب فتکایویچ، شیخ بروف جنگبیک دوشنبیویچ و پالایف داخونده خدابندایویچ دیده می شوند. از پخش این نوار چند روز میگذرد. آیا مقامات قدرتی تاجیکستان واکنشی کردند، شرح دادند به این نوار؟ مقامات نه به طور رسمی یا غیر رسمی شرح ندادند و خاموش هستند. ولایت بدخشان در ماه می امسال شاهد تظاهرات مردم ناراضی و عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی بود. در نتیجه به اطلاع رسمی 16 کس کشته و بیش از 200 نفر دستگیر شدند. ساکنان آمار قربانیان را بیشتر از این میگن. بار اول نیست که بعد عملیات مقامات در منطقه ها چنین نوارهای بحث برانگیز پیدا می شوند. از جمله سال 2011 مقامات تاجیک با پخش چند نوار در تلویزیون های دولتی گفتند علاءالدین دولتوف ملقب با علی بیدکی در جریان عملیات در ناحیه رشت کشته شده است. و دیرتر در تلفن های ساکنان نواری به گردش درآمد که در آن نظامیان یک مرد ریشدار را بازپرسی میکنند و او را علی بیدکی میگویند. مقامات آن وقت هم گفته بودند نوار را تحقیق میکنند، اما درباره نتیجه آن چیزی نگفتند. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره نوار جسدهای کشته شده در بدخشان صحبت کرد. اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان ده ها مورد یکجای کار کردن خویشاوندان نزدیک در مؤسسه های دولتی را آشکار کرده است.
بر اساس قانون مبارزه با کروپسیا در یک کارخانه کار کردن پیوندان نزدیک که در اطاعت یکدیگر باشند منع است. سلیمان سلطانزاده رهبر این آژانسی گفت که افراد منصبدار با پیشنهاد این نهاد به مجازات کشیده پیوندانشان از کار در اداره زیر رهبری آنها خارج کرده شدند. تفصیلات را در گزارش همکارانم براد یوسفی و سرویناز روح‌الله تماشا کنید. اجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری 37% فعالیت خویشاوندان نزدیک را در اداره‌های دولتی آشکار کرده است. اکثر این پرونده‌ها صاحبان منصب‌های خرد دولتی را فرا می‌گیرند که اجنسی ضد فساد میگوید آنها را برطرف کرده است. در ساحه تندرستی 13 حالت خصوصا در مرکزهای سلامتی هستیم. روبروی مقامات است، روبروی مؤسسه خویشاوندان نزدیک خود را به کار خواهد کرد. در ساحه معماری اینچنین دیرکتوران مکتب تا کلی داماد فرزندان خود را به وظیفه تعیین کرده. مقامات قدرتی نیست. به قبل کارشناسان در حال است که در یک اداره و زیر رهبری همدیگر کار کردن خویشاوندان نزدیک قریب در همه نهادهای دولتی به مشاهده می رسد و باید مقامات اجنسی ضد فساد آشکار کردن این موردها را از مقامات بالاتر شروع کنند. وقتی که تنها همین مکتب میانه این چیزایی میگیرن، این از همه وی سبکده جوری که آدم ها اونقدر جواب داده نمیتونن، آدم ها تاثیرشان نیست به همون کروپسیا. برای همین برای گالچکه، برای حسابات یکی نشان دادنشان در کار. وقتی که سخن درباره مقامات دولتی میرد، سخن درباره مقامات حاکمیت میرد، اونجا هر یکی اونو مثلا همدیگریش خیلی یک پیوندی دارند، اینش چریز میکند، اینش چریز میکند و همون خطی هیچ کسی اونوش همش خودی برای همین اونویا جزا دادن که دشوارتر دلشون نمیشد یا که زورشون نمیرسد. این خیلی گپا هست. در پی سنجش‌های اجنسی مبارزه با کروپسیا در 6 ماه اول سال جاری 237 منصبدار دولتی به جوابگری ماموری کشیده شدند. باز هم بیشتر از همه حالت‌های کروپسیونی در ساختارهای وزارت معارف به قید گرفته شده است. اساساً در تشکیلات و مؤسسه‌های سوهای معارف و علم 21.3 میلیون سومونی، باز همین شرکت سهامی هلدینگی کشوده برق تاجیک 4.1 میلیون سومونی آشکار شده است و کمیته حفظ محیط زیست زیر ساختارش خرید 12.2 میلیون سومونی. ضررهای کلان مولیوی را پس از سنجش بودجه‌های محلی در شهرهای حصار و گلستان، خاروق و کنیبادان و ناحیه فردوسی دوشنبه آشکار کردند که از 2 تا نزدیک 6 میلیون سومونی را تشکیل می‌دهد. حکومت امریکا دولت‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را بر روی خط کشورهای وارد کرد که احتمال در واردات و صادرات مال و اشیای تحریم شده روسیه کمک کنند. این روی خط را شبکه مبارزه با جنایت‌های مالی و هم اداره صنعت و بخطری وزارت مالیه امریکا تهیه کرده است. هر دو نهاد از ساختارهای مالی دعوت کردند که نظارت را در این سمت جدی کنند. در صورت راه یافتن محصولات تحریم شده بر روسیه به کشورهای آسیای مرکزی چی تهدید می‌کند؟ گزارشی همکارمان زرنگیز نوروزشاه در این باره. کشورهای آسیای مرکزی حالا رسما زیر ضربین حکومت ایالات متحده آمریکایند. اکنون تمام مال و محصولاتی که از این منطقه به روسیه یا بلاروس صادر میشوند جدا سنجیده خواهد شد. مواد مورد توجه خاص تجهیزات است که با هدف نظامی استفاده می شوند، از جمله قسم های احتیاطی هواپیما، محوره، تجهیزات برای کانی نفت. این تصمیم بخش از تلاش‌های هماهنگ شده بین المللی برای فشار اقتصادی بر روسیه و بلاروس است. دسترسی روسیه به محصولات مهم برای پایگاه نظامی و صنعتی و حربی و اکتشافی این کشور باید محدود کرده شود. در برابر تاجیکستان و قزاقستان و همسایه کشورهایشان به این فهرست چین، هندوستان، تایوان، امارات عرب و دولت‌های دیگر هم شاملند. قبلا پرزیدنت قزاقستان قاسم جمعت توقایف درباره کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها اظهار نظر کرده بود و در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت
تحریم است، ما نباید آن را ویران کنیم. گذشته از این ما آگاهینامه گرفتیم که در صورت نقض تحریم ها اقتصاد کشورهای ما هم از سوی غرب تحریم خواهد شد. یعنی این خیلی کاری مرکب و حساس است. این حالت مانند به آن است که در بین آب و آتش قرار بگیری. به اندیشه اقتصادشناس حیدر علیبویف، شامل شدن قزاقستان و کشورهای دیگر برای خط آمریکا جای نگرانی زیاد ندارد. کارشناس باور دارد که در صورت صادرات مال و محصولات تحریم شده از سوی شرکت‌های علاهیده فقط خود این شرکت‌ها تحریم می‌شوند. علیبویف بر این است که الکی چنین کوشش‌ها صورت گرفتند. شاید شرکت‌ها و یا صاحبکاران علاهیده را برای کوشش صادر کردن محصولات تحریم شده تحریم کنند، اما من فکر نمی کنم که برای این تمام قزاقستان تحریم شود. چرا؟ اول اینکه به نظر من چنین حالت‌ها چندان زیاد نخواهند بود و مسئله تا درجه تحریم سازی تمام کشور نمی رسد. دوم، وقتی چندین حالت آشکار می شود، این می تواند چشم دیگران را ترساند. تا حال حاضر شرکت ازبکی پروم کامپلکت لاجستیک یگانه شرکت است که برای کمک به روسیه تحریم شده است. حکومت آمریکا این شرکت را برای همکاری با کارخانه رادیو اتوماتیک روسیه و دسترس کردن تجهیزات الکترونی به ساختارهای حربی این کشور گناهکار می‌داند. حکومت قزاقستان الکی از صاحبکارانش دعوت کرد که در مسئله صادرات به روسیه با دقت باشند. در این کشور حالا یک خدمات مخصوص تفتیش و جستجوی مواد تحریم شده را راه اندازی کردند. پدر و پسری در ناحیه بلجوان که پس از بحث برای زمین با برادر وزیر نقلیات به قلابی عیبدار شده بودند از جوابگری آزاد شدند. دادستانی گفته است که سید مومین دورانوف با پسرش سیفالدین عفو شدند و پسرش که در بازداشت بود رها شده است. تفصیلات این موضوع را همکارم محمود جانی رحمتزاده دارد که با هم تماشا میکنیم. سید مومین و سیفالدین دورانوف ها تا یک ماه پیش به قلابی گناهکار می شدند. پرونده این پدر و پسر را شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه بلجوان آغاز کرده بود. در پی شکایت خانواده دورانوف ها، دادستان منطقه کلوب پرونده آنها را از روی تابعیت بر ریاست وزارت کارهای داخلی منطقه سپارید. با وابسته به حالت مسئول نسبت هم پدرش هم نسبت هم فرزندش پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. پرونده جنایتی نسبت پسرش به ماده 247 قسم 4 که در حبس پیشگی قرار داشت آغاز کرده شده بود. خب پرونده جنایتی بعد در اساس شکایت همه شهروندان از شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بلجوان گرفته شده برای منبع تفتیش با قسم منطقه‌ای شعبه تفتیشات قسم منطقه‌ای رئیس وزارت کارهای داخلی و در گروه ناحیه پلوب برای تفتیش منبع داده شد. پدر و پسر با قسم سیوم و چهارم ماده 247 کودکس جنایی گناهکار می شدند. خانواده دورانوف ها پرونده سازی را نسبتشان فرمایشی می دانستند. بعد انجام تفتیشات پرونده پدر و پسر در اساس سند عفو قطع کرده شده سیفالدین از بازداشت رها می شود. پرونده جنایتی را قسم منطقه‌ای تفتیش کرد در اساس شکایت همون نفران روی تابعیت گرفتن منطقه دادن منطقه تفتیش کرد پرونده جنایتی را قطع. نسبت دورانوف در حال پرونده باز شد که آنها با معاون پیشین رئیس ناحیه بلجوان و برادر وزیر نقلیات برای زمین دعوای دادگاهی داشت. سید مومین دورانوف گفته بود که بعد دعوای زیاد و رسانه‌ای کردن آن نسبتشان پرونده باز شد. خانواده دورانوف ها این همه را به اساس می‌خواندند و می‌گفتند که آنها برعکس جبر دیده هستند. بچه مرا مثال دیلا کردن اینا مثال مرا خدمت آزاد کردن اولی مرا با تهدید کرده است که اولی تو بودشیدگی نیست اولی من ترا با میارم محکم میکنم. من مثال با مادرم قسم که من ترا اولی میارم محکم میکنم. با مادرم قسم میگه که من ترا اولی میارم محکم میکنم. این رنگ نمی زکاس کردگی اوری. اکنون سیفالدین از بازداشت آزاد و پرونده سید مومین دورانوف قطع شد. بعد قطع شدن پرونده هایشان آنها خاموشی را انتخاب کرده اند. دیگر نمیخواهند در مورد گذشته صحبت کنند. اما نزدیکان دورانوف گفتند که با وجود پرونده فرمایشی بود ولی عدالت نسبتشان برقرار شد. پایانی برنامه اخباری آزادی، ولی شما می توانید هر لحظه در سامانه رادیو آزادی، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو آزادی خبرهای ما را بخوانید و نوارهای ما را تماشا کنید. با ما باشید. خدا نگهدار.